امروز قراره بریم تو جنگل تو مسیر راه. یه دیگه امروز قراره بریم تو جنگل تو مسیر راه. داز مامن. امروز قراره بریم تو جنگل تو مسیر راه کلی خوش بگذرونیم و کارهای بارمال هم بکنیم. بریم. حاجی چجوری تو سرما اینجوری با شلوارک میای؟ خب تو اینم میشه گفت. آره درسته. به به اینجا رو ببین. بابایی بریم میشه بابایی بابایی تو بازی کوشی مثل منی باهوشی. قرار امروز کاره باشه. پایی گرفتم خیلی بالا، ببینین تو دستمه. آره بچه‌ها ما پایه نه. دیدی نه دیدی نمیشه دیگه. ما پایه داریم. خب به انم سلام مرد حسابی اگه نمیگم چاره. ببین من بز حالا شروع نکردیم خسته شدیم. ببین چقدر سرپایینی اومدیم بالا. بجی با ورزش بجی وایسا چیه؟ وایسا. ببین قانونی این ور اومده باشه حلاله. یعنی چی؟ این چیه؟ پرتغال دیگه. این چیه؟ دوزی مگه نکن. این ور اومده. یعنی چی این اومده؟ این ور رو بیاد طبق قانون ماده 47 حلاله. دوزی که حلاله. نه دوزی نیست. این ور اومده اصلا. میدونی به کسی که یه هودی داره چی میگن؟ بود پوش؟ نه نمیدونم. یهودی. میدونی دیوید بکام شبای جمعه بزنه چی میگه؟ میدونی دیوید بکام شبای جمعه بزنه چی میگه؟ اینو بگو بچه‌ها کامنت کنن برام. بچه بنویسین دیگه. این خودتون همه میدونین دیگه. اینا میدونی کاری کیه؟ کاری کیه؟ کار گرازه. چرا اومدیم اینجا؟ اتفاقاتی که امکان داره گرازم به ما حمله کنه. چرا اومدیم؟ به خدا. چرا منو میاری؟ شماره پشتو داری که؟ آره. مسی. سیاسه چرا میشه مسی دیگه؟ سیاسه میشه مسی؟ امباپه. مارادونا دیگه. مارادونا زنده است دیگه. آخرین باری که فوتبال دیدی کی بود؟ آقای چنل شاید بگین آقا شما یاد بالا نیومدین، ولی ببینین شهر زیر پامونه. شهر زیر پامه. شب واقعا آب آجی نیازه. آقا داشت نمی آورد، خودم بهش گفتم حاجی دست نزن. طرف این همه زحمت کشیده پوست کنده تو مفت برداری. پوست خودش کنده شده تا اینا رو برداره. یا بلفاس نه دیگه خوب بود. الان مسیر کوهستانی سخته واسم. بذار سر جاش. من یه دونه از اینا برمی‌دارم. صاحب این چوبا کیه؟ داره ویدیو رو اگه داره ویدیو رو می‌بینی ببخشید دیگه. بهم دایرکت پیام بده از این برام. اگه به اون گروه حمله کنی چی علی؟ گفت پول بیاره از تو میگه. بریم دیگه. آی چالش بهت بدم. برو اون بالا. از خود جون سلفی بگیر برگرد بیا پایین. بیا پای چی؟ تو اینجا فقط گراز داری دیگه، چیز دیگه نداره که. فقط گراز. چند تا دارین تو خونتون مگه شما گراز؟ پرورش میدین تو حیاط؟ برو عکس بگیر بیا. پایین منتظر. خدا لعنتت کنه پسر. ای وای حاجی نمیکشه.
جدی افتاده پایین. خودتون میدونین چی. الان تخلیه شدم دیگه. افتاده پایین. اینجا برخ کردم. اینم آیه امیرحسین خان سلفی. ای وای دارم میرم. در میخوام من رو بترسونه. رفت اونجا قایم شده دیگه. نمیداند که ما چه هستیم. حاجی شبیه کلبه وحشت دوست ندارم. ای زهر مار. جدی شبیه کلبه وحشت اصلا دوستش ندارم. خیلی قشنگه اینجا. تو خراب کردی همه چیز. ببین رد پای گرازه. وای راست میگه. حاجی راست میگه. معلوم است. چی میگن؟ سم میگه حیوانا. ببینم بخوره. برگرد. بشه. برگرد. جدی برگرد. برنگردی. برگرد. بچه بر نمیگردی. تو بی خود کردی. سلام. مامان ما اومدیم تو کوه رد پای گراز دیدیم. خب اگه مردیم ما رو حلال کن. خدافظ. اینجا بریم. ببین رد پا رو میبینی؟ چرا بر نمیگردی؟ اصلا تو تا از این ور رفتی؟ 4 سال پیش. بیشور. حاجی منی که اصلا اهل چیزا نیستم چقدر خوشگله اینجا. بچه خلاص کردیم داریم میره. عاشق اسیر رامه دیوونه هر کلامه. بس پسر. محتوای ویدیو هیچ. قرار بود بیایم تا همینجا. هیچی. خداحافظ. بدترین کاری که این چند وقت اخیر کردی چی بوده؟ هیچی رفتم یعنی ببین حاجی تا میخورد یعنی اصلا نگم دیگه تا میخورد بسیار تموم نمیشه. خسته کنم شکمون درد گرفت آب خوردم. بچه ها خوردیم به بنبست. علی برو دیگه. من از روی با بپرم از اون کنار هم میتونی رکی. حاجی ما خیلی خولیم جدی. آفرین. کامنت بگین کی قشنگ‌تر پریدیم. میشه بگی داری کدوم گوری ما رو میبری؟ الان داریم از یه مسیر میریم که بخوریم به سمت جاده. یعنی از این محل اومدیم به 2 تا محل اینورتر. از این محل میریم به اون محل و از اون محل میریم به اون محل خودمون. و یه خورده اونورتر میشه خونه. بچه‌ها دارن اینجا بازی میکنن بعد ما خیلی نرمال داریم فیلم میگیریم. من دارم از بچه سال می‌خواستم. مثلا واسه اینجا نیست. پایین بگیرم. برادر سلام. خوب هستی؟ ما میخوام بریم کردستان. اندرآباد چی؟ خداحافظ. میخوای چی بگیره بچه؟ وای آبروم رفت بچه. بالاخره رسیدیم تو جاده. خیلی خسته شدیم. یک قطره آبم نخوردم ها. ولی ما خوردم. خیلی تو خورد. تو آب زیاد میخوری. پیاده روی خوبی بود ولی. آره من خیلی آب میخورم در طول روز. آره آب زیاد میخوری. نمیبینی پوستمو؟ یه دونه واسم بچین. این ساش کلا بیرونه. این کلا بیرونه. کلا حلاله.
یه تیکش بیرون باشه حالا دو تاش بیرون باشه کلا درخت هم میتونیم بکنیم با خودمون ببریم. طبق قانون ماده 47 حلاله. حاجی شیشه نیستین. تو قبل از اینکه به این دست بزنم فکر می‌کردم شیشه است. حاجی اسم این محل میدونین چیه؟ کبوتر آبکش. یه ساعت دیگه. الکی گفتم یه 10 دقیقه رو میرسیم. اسم این محل میدونین چرا کبوتر آبکشه؟ کبوتر داشت با آبکش میره بیرون همچین داستانا یا همچین چیزی پشتشه. جدی دارم میگم. یه کبوتر با آبکش فرستادم اما آره یه داستان داره پشتش. خب همین فقط در این حد میدونم که کبوتر با یه آبکش فرستادن یه جا رفت بعد همین. آره با جزئیاتش نمیدونم واقعا نمیدونم. شاید کبوتر رو موقع اینجا میکشتن میخوردن بعد آبکش میکردن. بیا بریم چرت بزنیم. به پایان آمد این قصه باورم نمیشه. تموم شد.